از اینکه دارم میرم و یک تجربه جدیدتر و بزرگتر کسب کنم خیلی خوشحالم و به خودم تبریک میگم که یک اتفاق خیلی قشنگی رو برای خودم رقم زدم. خوشحالم که بدون هیچ چیزی توی زندگیم و فقط با اینکه فقط احساس می‌کردم باید برم، مسیرم رو شروع کردم، اومدیم گرگان و کار کردم، هفت تو دفتر بابایی و اومدم تمام پولم رو دادم که این دفتر رو اجاره کردم، تمام وسیله‌هاشو با پولای خودم خریدم. از ماه اول می‌خواستم 2 تومن اجاره بدم و حتی 1000 تومن نداشتم و کسی هم توی گرگان من نمی‌شناخت، ولی با تمام وجود خواستم و تلاش کردم و ماهی 11 میلیون پول اجاره خونه، پول دفتر، پول شارژ، پول قسط، همه اینا با هم دیگه 11 تومن میشد و هر ماه دادم از ماه اول و خدا رو شکر آدمای خوبی سر راهم قرار گرفتن، خیلی هم بهم درس دادن بابت اتفاقاتی که برام رقم زدن. ولی خیلی خوشحالم از اینکه توی این دفتر اتفاقات خوبی برام افتاد، مثل اینکه یکی از مهمترین اتفاقاتش این که نترسیدم، ادامه دادم، رشد کردم و با خودم پیش رفتم و زندگی رو زندگی کردم. به خودم تبریک میگم، دوست دارم خودم و زندگی جدیدت، جای جدیدت، روزهای جدیدت رو به تبریک میگم و امیدوارم که بهترین ها برات باشه و حس و حالی که توی این دفتر دارم تجربه میکنم مطمئنم هر جای حس جدید داره و من این حسی دارم اینجا تجربه میکنم حس خیلی قشنگیه. من خوشحالم از این احساس غم همراه با ترس، احساس نگرانی، احساس شادابی، یه احساس خاصی، یه احساسی که غم و شادیش کنار همه، ولی کلاً احساس خوبی دارم چون پیشرفت کردم، چون ادامه دادم، چون جا نزدم، چون کار گرفتم، چون هنوز دارم کار میگیرم و کار میکنم و خدا رو شکر میکنم بابت همه این موضوعات زندگیم. شکر. خواهم این چهره زیبا یادم بمونه، موامم کوتاه. الانم ساعت 3:06 است و منتظرم ابراهیم بیاد، وسیله ها رو، تلویزیون رو باز کنیم و وسیله ها رو ببرم. خوشحالم که هستی. دوست دارم سمیرای قشنگم.